من در اینجا و اکنون خودم رو همون طوری که هستم دوست دارم. یکی از اعتقادهای آدم‌ها توی عمق لایه‌های وجودشون اینه که من به اندازه کافی خوب نیستم. اونقدر که باید خوب کار نمی‌کنم یا لیاقتش رو ندارم. بعضی وقتا می‌بینیم که آدم‌ها رویاهای بزرگی تو سرشون دارن، اما توی ناخودآگاهشون خودشون رو لایق رسیدن به اون رویاها نمی‌دونن. اگه این اعتقاد به اندازه کافی خوب نبودن توی ذهن ما ریشه گرفته باشه که اونقدر که باید خوب نیستم، چطور ممکنه برای خودمون زندگی خوب و سرنوشت خفنی رو رقم بزنیم وقتی قبول نداریم که به اندازه کافی خوب هستیم؟ جالب اینجاست که اصلاً از خودمون نمیپرسیم این خوب بودنه رو کی تعیین میکنه؟ طبق کدوم معیاره که من به اندازه اون خوب نیستم؟ اگه مورد تایید خودمون نباشیم و مدام با انتقاد خفه کنیم خودمونو، این به صورت آرتروز یا ورم مفاصل در میاد. با داشتن نفرت طولانی آخرش به جایی میرسی که بهش میگن سرطان. اگه احساس گناه داشته باشیم، این احساس گناه دائم دنبال مجازات کردن ماست و اینطوری میشه که ما هیچ وقت از داشتن درد خلاص نمیشیم. یه گذشته‌ای بوده، تموم شده رفته. تو این گذشته یا اذیتمون کردن یا ما کسی رو اذیت کردیم. مهم اینه که بپذیریم ما نمیتونیم اون گذشته رو عوض کنیم. تنها کاری که توی دایره قدرت ماست اینه که بتونیم فکرمون رو در مورد اون گذشته تغییر بدیم. وگرنه باید با همون احساس تنفر و احساس گناه دست و پنجه نرم کنیم. این فکر رو ما انتخاب میکنیم. کاری که میتونم انجامش بدم، فکرمو تغییر بدم و با اون دنیامو به تغییر برسونم.